سلام، امیدوارم خوب و خوش و سلامت و این چیزا باشین. من وحیدم، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد یکی از گرایش‌های مهندسی معدن و تقریبا 15 سالم هست که سابقه کار مستقیم دارم توی این حوزه و توی این ویدیو میخوام رشته مهندسی معدن رو براتون معرفی بکنم، خصوصا برای اونهایی که میخوان حالا چه از دبیرستان وارد دانشگاه بشن تو مقطع کارشناسی تحصیل بکنن تو رشته مهندسی معدن، چه اونهایی که حالا یک رشته دیگه ای رو تو مقطع کارشناسی خوندن و میخوان تو کارشناسی ارشد برن و سراغ مهندسی معدن و اون رو ادامه بدن. خب، واقعیتش اینه که توی مقطع کارشناسی حالا زمانی که ما تحصیل می‌کردیم گرایش‌های مختلفی وجود داشت، خصوصا تو دو تا گرایش خیلی اصلی به اسم اکتشاف و استخراج. ولی الان دیگه کارشناسی معدن گرایش خاصی نداره و مهندسی معدن هست و شما کم و بیش در مورد همه گرایش ها توی مهندسی معدن خواهید خوند. ولی وقتی که وارد مقطع کارشناسی ارشد میشید یه مقداری تخصصی تر میشه در واقع و یکی از گرایش‌هاش در واقع میشه گرایش اکتشاف معدن، یکیش استخراج، اون یکی فراوری مواد معدنی و بعد هم یه گرایش دیگه هم هست که بیشتر سمت ژئوتکنیک به اسم مکانیک سنگ و اخیراً یه گرایش دیگه هم معرفی شده به اسم گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی که البته الان که این ویدیو داره ضبط میشه سال 2026 ممکنه سال بعد سیستم این گرایش ها کلا عوض بشه و خب یه تغییراتی ایجاد بشه در واقع. خب بریم سراغ کارشناسی. ببینید اصلا کلا من بخوام رشته مهندسی معدن رو معرفی بکنم اینه که شما در واقع وظیفتون اینه که مواد معدنی رو از داخل سنگ ها بکشید بیرون. این کلیت مهندسی معدن هست. حالا به چه روش هایی و چه پیش نیازهایی لازم داره این دیگه وارد داستان گرایش های مختلف میشه. خب قبل از این که ما بریم مثلا یه سنگی رو از روی زمین برداریم بگیم خب این شروع کنیم اینو مثلا خوردش کنیم، نمیدونم استخراجش کنیم، چجوری تونل درست بکنیم، نمیدونم چجوری چال کنیم زمین و این سنگا رو بیاریم بیرون، اول باید مشخص بکنیم که این سنگ ها چی داخلشونه، اصلا آیا ارزش دارن که مثلا ما بریم سراغشون و این کار رو انجام بدیم یا نه. خب اینجاست که گرایش اکتشاف معدن وارد میشه، میره با توجه به اون زمینه‌ای که مطالعه کرده، روش‌ها و متدهایی که هست، میره و تو بیابون یا تو صحرا دنبال مواد با ارزش معدنی میگرده و بعد مشخص میکنه که این ماده معدنی که پیدا کرده حجمش چقدره، عیارش چقدره و کجا قرار داره دقیقاً. و اینجاست که بعدش کار رو تحویل مهندس استخراج معدن میده. حالا اون داده ها رو مهندس استخراج میگیره و شروع میکنه به طراحی معدن، حالا چه به صورت زیرزمینی باشه قرار تونل هاش رو طراحی بکنه، چه اینکه نه به صورت روباز باشه بخواد یه چاله بزرگی که ما بهش میگیم پیت روغن و اینا، نه هم PIT یعنی یک کاواک یا چاله معدنی بخواد اون رو طراحی بکنه و اینکه چه جوری با چه ماشینالاتی اینها رو بکشه بیرون، با چه روش‌هایی. این میشه مهندسی استخراج. خب شاید با خودتون فکر بکنید که زمین شناسی اینجا چه کار است. یعنی ما یه رشته دیگه هم داریم به اسم زمین شناسی. خب رشته زمین شناسی از رشته های علوم پایه است و یه اشتراکاتی با رشته مهندسی معدن داره، خصوصا با گرایش اکتشاف. خب زمین شناسی سراغ ساختارهای زمین شناسی میره، سنگهای مختلف، نمیدونم اتفاقاتی که برای کره زمین افتاده توی این مدت عمرش
و بعد اینکه کانی ها چجوری تشکیل شدن، شرایط تشکیل سنگ ها چجوریه، کانی های مختلف کجا تشکیل میشن. همینطوری که میبینید این یک اشتراکاتی با رشته اکتشاف معدن داره، ولی خب از یه جایی به بعد دیگه خیلی تخصصی میشه و دوتا رشته یه جورایی از هم جدا میشن. هیچ ارزش گذاری برای دوتا رشته نباید انجام بدیم. جفت این رشته ها بسیار رشته های با ارزشی هستن، چه رشته زمین شناسی و چه رشته مهندسی معدن. و در نهایت شما وقتی فارغ التحصیل میشید یه جورایی با هم همکار میشید توی سازمان نظام مهندسی. شما همکار خواهید بود، یک بخشی از کار رو دوستان زمین شناس انجام میدن، یه بخشی رو مهندسین معدن. خب بعد که وارد کارشناسی ارشد میشید یه گرایش دیگه هم به اینا اضافه میشه و اون هم گرایش در واقع فراوری مواد معدنی هست و حالا گرایش بعدی هم من براتون توضیح میدم. فراوری مواد معدنی کار رو از کسی که معدن رو استخراج کرده تحویل میگیره، یعنی ادامه کاره. شما سنگ‌هایی که استخراج شده رو تحویل میگیرید، در واقع میبرید به وسیله یک سری روش‌هایی اون کانی ها رو، مواد معدنی رو از دل اون سنگ ها میکشید بیرون و در واقع یه مقداری خالص ترش میکنید اون رو و آمادش میکنید برای ذوب شدن اگه قرار باشه اون ماده معدنی ذوب بشه مثلا. حالا روش های مختلفی از خوردایش بگیرید، نمیدونم آسیاب ها، سنگ شکن ها، و بعد روش های حالا بیشتر به سمت شیمیایی رفتن، نمیدونم اسید شویی کردن، فلوتاسیون کردن. الان این اصطلاحات خیلی عجق و جق نمیخوام استفاده بکنم. و اون هم یه داستان دیگه است و اون هم یه گرایش دیگه هست. گرایش بعدی ما گرایش مکانیک سنگ هست و گرایش تونل که این دوتا خیلی به هم نزدیکن و اینها دیگه کاری ندارن که از نظر اقتصادی اصلا چی تو اون سنگ است، نمیدونم آیا عیارش میصرفه، نمیدونم چجوری تشکیل شده، چجوری اینو بیاریم بیرون، اصلا با این چیزا کار ندارن. گرایش مکانیک سنگ و تونل در واقع خیلی بیشتر به سمت کارهای عمرانی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا میخواید نمیدونم یک نیروگاهی رو تو دل زمین حفر بکنید، نمیدونم یک سدی رو ایجاد بکنید، یک پلی رو ایجاد بکنید، یک تونلی رو ایجاد بکنید که سر و کارتون با سنگ. در واقع این مهندسین، یعنی کسانی که مکانیک سنگ و تونل خوندن، میان و خواص مکانیکی این سنگ ها رو بررسی میکنن. اینکه چقدر میتونن نیروهای مختلف رو تحمل بکنن، چقدر وزن رو میتونن تحمل بکنن. اگه ما سوراخشون بکنیم مثلا چه اتفاقی براشون میفته، این تونل ما چجوری ریزش میکنه، چجوری نگهداریش بکنیم در واقع سنگ ها رو سر جای خودشون که یه موقع ریزش نکنه. نمیدونم سدی رو که میزنیم ترک بر نداره مثلا وقتی از آب پر میشه یا از این کارها. پس خیلی بیشتر شاید شبیه مهندسی عمران باشه، یه جورهایی به هم راه دارن اگرچه با هم متفاوت هستن. خب حالا میخوام در مورد محیط کار توی مهندسی معدن صحبت. البته در مورد مقطع دکترا توضیح ندادم به خاطر اینکه خب دوستانی که میخوان دکترای مهندسی معدن رو بخونن دیگه خودشون آشنا شدن با این روند و نیازی به توضیح من توی این ویدیو نیست. در مورد محیط کار معدن میخوام صحبت بکنم. ببینید شما باید این رو در نظر داشته باشید که قراره توی یک محیطی کار بکنید که امکانات چندانی نداره، از شهر دوره. خصوصا دوستانی که میخوان رشته اکتشاف رو ادامه بدن. شما میرید جایی که اصلا شاید آدمیزاد پاشو نذاشته باشه اونجا و یه نقاطی هست که امکانات به هیچ عنوان نیست. نمیدونم بخواید دنبال سرویس بهداشتی بگردید، نمیدونم آب پیدا بکنید برای خوردن، نمیدونم یه موقع خدای نکرده اگه مثلا اتفاقی براتون بیفته سریع بتونید برید و به یه جای خودتون رو برسونید. نه، در واقع شما توی یک محیط انگار مثلا میخواید برید کوهنوردی، یک جای مرتفع خیلی خاصی رو در نظر داشته باشید که هیچ امکاناتی هم توش نیست و اینجوریه. ممکنه خیلی زمان
زیادی رو تو این محیط باشید و باید خودتون رو آماده بکنید. یک آمادگی جسمانی خوبی هم میخواد که شما وقتی قرار پیاده روی بکنید، پیمایش بکنید، کوهنوردی بکنید، خیلی زود خسته نشید. از طرف دیگه مهندسی استخراج هم همینه داستانش. درسته که شما توی یه کارگاهی کار میکنید، حالا یه سری امکانات اولیه‌ای داخلش هست، اون هم حالا خیلی نسبیه. حالا معادن بزرگی مثلا معدن مثل سرچشمه که تو استان کرمان هست، اینها معادنی هستن خیلی بزرگن، امکانات خیلی زیادی دارن، شاید اصلا شبیه شهری باشن برای خودشون. ولی خب اکثریت معادنی که حداقل تو کشور ما دارن فعالیت میکنن اینجوریه که یه کمی امکانات ابتدایی دارن، در حد مثلا شستشو، نمیدونم استراحتی بخواید بکنید، غذایی بخواید بخورید، در همین حد و اندازه. ممکنه اونجا اصلا اینترنت آنتن نداشته باشه، نمیدونم گوشیتون بعضی وقتا خیلی وقتا آنتن نده. و من از تجربیات خودم بگم، مثلا من توی معدنی کار میکردم که یه منطقه سردسیری بود، تو ارتفاع بود و زمستونا کلا برف و یخبندان و اینها، و بعضی وقتا حتی تانکرهای آب و تانکرهای گازوئیل هم یخ میزدن توشون و ما نمیتونستیم، اینا کلا یه قالب یخ بودن و ما میتونستیم نمیدونم آب برای خورد و خوراکمون بیاریم، برای نوشیدنمون، برای شستشومون، و این خودش یه بساطی بود. آتیش روشن میکردیم، نمیدونم اینا رو گرم میکردیم. پس یه همچین شرایطی اونجا هست. ممکنه برید مثلا صبح یهو برف بگیره، تا عصری که شما دارید کار میکنید یهو یخبندان باشه و نتونید برگردید و مجبور بشید شب رو اونجا بمونید. اگرچه بعضی از پرسنل معدن شبها هم اونجا هستن، ممکنه شما مثلا شرایط کاریتون حتی یه جوری باشه که مثلا از 30 روز ماه شما مثلا 20 روز کار بکنید، شبانه روز اونجا باشید، حالا شیفتی به صورت شیفتی کار بکنید و بعد مثلا 10 روز در اختیار خودتون باشید و برید شهر خودتون یا جایی که حالا زندگی میکنید اونجا استراحت بکنید. پس شرایط کاری شرایط خاصیه. البته اینم بهتون بگم که یه نکات مثبتی هم داره دیگه. بالاخره شما وقتی تو طبیعت کار میکنید خیلی اولا از نظر جسمانی کمک میکنه بهتون که یه مقداری تحرک بیشتری داشته باشید. از طرف دیگه خب یه روحیه خاصی به آدم میده، یه حس خوبی داره تو طبیعت کار کردن و اصلا یک چالش های خاصی داره این کار که شما براتون یه تجربیات خیلی خوبی ایجاد میکنه که تو زندگی روزمره هم میتونید اونا رو استفاده بکنید و درآمدش هم درآمد بدی نیست. یعنی در مقابل این همه زحمتی که قراره بکشید بالاخره خب درآمد خوبی هم به نسبت به کارهایی که حالا مثلا داخل شهر به صورت کارمندی هست و اینجوریه، خب درآمد به مراتب بهتری داره. دوری از خانواده اینا هم در نظر بگیرید، بالاخره قراره برید اونجا کار بکنید، خب دسترسی ندارید به خونتون به سادگی کسی که داخل شهره. یه نکته دیگه این که میخوام بگم این رشته رو سعی بکنن کسایی انتخاب بکنن که دوست دارن خارج شهر کار بکنن یا حداقل براشون مشکلی نیست خارج شهر کار کردن، به طبیعت علاقه دارن، طبیعت گردی میرن. این رشته ها مناسب همچین آدمایی هست، حالا چه مهندسی معدن باشه چه حتی عمران که بالاخره قرار شما یک جاده ای رو ایجاد بکنید، حالا اونایی که تو بحث ترافیک و اینا کار میکنن. پس این رو در نظر بگیرید. و رشته ها گرایش های دیگه هم همینه، شما چه مکانیک سنگ باشید، چه نمیدونم تونل باشید، چه بعد فراوری باشید. باز هم حالا فراوری که خودش یه بخشی از معدنه و شما داخل معدن کار میکنید، مکانیک سنگی و تونلی هم اگه باشید باز باید برید داخل تونل، نمیدونم بالاخره اون کارگاهی که داره کار میشه، مغاری که حفر میشه، فضای زیرزمینی که حفر میشه، پلی، نمیدونم سدی، هر چی که فکر بکنید بالاخره باید برید اونجا. کار خارج از شهر هست. این کلیت رشته مهندسی معدنه و امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه که بتونید انتخاب بهتری داشته باشید. و خب اگر علاقه‌مندید به
مباحثی که به حالا سیاره زمین و سنگ و نمیدونم این مباحثی که هست علاقه دارین، این کانال رو دنبال بکنید. فراموش نکنید که حتما سابسکرایب بکنید و اگر در رشته مهندسی معدن تحصیل میکنید یا کار میکنید حتما تو بخش کامنت ها تجربه خودتون رو بنویسید که دوستانی که میان حتما استفاده بکنن از تجربیات شما. همین، امیدوارم که شب و روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. فعلا.